اگر این رمضان آخرین رمضان زندگیت باشد چه؟ اگر این ماه بگذرد و دیگر فرصتی برای جبران نداشته باشی چه؟ هر سال رمضان می آید، اما هر سال عده‌ای هستند که سال بعد را نمی بینند. ما همیشه فکر می کنیم وقت داریم برای توبه، برای تغییر، برای نزدیک شدن به الله. اما چه کسی تضمین داده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان ماهی است که زمین به آسمان نزدیک می شود. الله متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سوره بقره آیه 183. روزه بر شما فرض شد تا به تقوا برسید، نه برای گرسنگی، نه برای تشنگی، بلکه برای زنده شدن دل. الله متعال می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان. سوره بقره آیه 185. رمضان ماه قرآن است. اگر این ماه بیاید و قرآن در خانه ما باز نشود، اگر صدای تلاوت در زندگی ما تغییری ایجاد نکند، پس ما از حقیقت رمضان دور مانده ایم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار و صفدت الشیاطین. صحیح بخاری، صحیح مسلم. با آمدن رمضان درهای بهشت باز می شود، درهای جهنم بسته می شود و شیاطین زنجیر می شوند. درهای بهشت باز است، اما آیا ما قدم بر می داریم؟ و پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. صحیح بخاری. اگر دروغ را ترک نکنیم، اگر ظلم را رها نکنیم، اگر زبان خود را کنترل نکنیم، خدا نیازی به گرسنگی ما ندارد. روزه یعنی کنترل نفس، کنترل نگاه، کنترل خشم، پاکی نیت. در حدیث قدسی آمده است: کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. صحیح بخاری، صحیح مسلم. همه اعمال برای بنده است مگر روزه. روزه برای من است و من خودم پاداش آن را می دهم. این عبادت پنهانی است. هیچ کس نمی داند جز الله. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: ان فی الجنة بابا یقال له الریان یدخل منه الصائمون. صحیح بخاری، صحیح مسلم. در بهشت دری است به نام ریان. فقط روزه‌داران از آن وارد می شوند. آیا ما از اهل آن خواهیم بود؟ الله متعال می فرماید: لیلة القدر خیر من 1000 شهر. یک شب بهتر از 1000 ماه. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحیح بخاری، صحیح مسلم. یک شب می تواند سرنوشت ما را تغییر دهد. رمضان می آید و می رود. اما سوال این است: آیا ما تغییر می کنیم؟ اگر بعد از رمضان همان انسان قبل باشیم، پس فقط گرسنه مانده ایم. رمضان فرصت است و فرصتها همیشه بر نمی گردد. از شما که تا پایان همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم. اگر این سخن دل شما را تکان داد، آن را به کسی برسانید که شاید محتاج همین یادآوری باشد. خداوند رمضان ما را سبب تغییر واقعی قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله.